با نام و یاد خدا. برای فک، صورت و عضلات مرتبط به خوانندگی، اجرای تمرینات زیر قبل از تمرین و یا در اجرا توصیه می شود. این تمرینات به بهبود انعطاف پذیری، کاهش تنش عضلات و کنترل و تقویت صدا بسیار کمک می کند. میریم که داشته باشیم تمرینات رو. تمرین اول، گرم کردن فک. بخش اول، تمرین افتادن فک. دهان را به آرامی تا حد ممکن باز کنید بدون فشار. چند ثانیه نگه دارید و سپس ببندید. این کار را 5 الی 10 بار تکرار کنید. هدف کاهش سفتی فک و افزایش دامنه حرکتی. تمرین دوم، حرکت فک به طرفین. فک پایین را به آرامی به چپ و راست حرکت دهید مثل جویدن آرام 10 بار در هر جهت. هدف آزادسازی عضلات فک. بخش سوم، ماساژ فک. با انگشتان به آرامی عضلات فک را نزدیک گوشها و زیر چانه را به صورت حرکات دورانی ماساژ دهید. هدف کاهش تنش و گرفتگی. تمرینات شاید مضحک و خنده‌دار به نظر برسد، اما این را بدانید که برای یک صدای خوب بزرگترین خوانندگان دنیا این تمرینات را انجام می‌دهند. تمرینات دوم، تمرینات لب و دهان. بخش اول، لیپ تریل یا لیبرال. لبها را به هم بچسبانید و با عبور هوا آنها را مرتعش کنید مثل صدای موتور. همزمان نوت‌های مختلف را امتحان کنید. هدف گرم کردن لبها، حنجره و کنترل تنفس. تمرین دوم، کشش لبها. 1. لبها را تا حد ممکن به جلو بکشید مثل بوسه. 5 ثانیه نگه دارید. 2. سپس لبها را به پهلو بکشید همانند لبخند اغراق شده. 5 ثانیه نگه دارید. این کار را 5 بار تکرار کنید. هدف تقویت عضلات صورت. بخش آخر، در این مرحله لبها دوباره به بوسه تبدیل شود و لبهای بوسه مانند رو 1 بار به بالا، 1 بار به پایین و چپ و راست بدون اینکه فک پایین تکان بخورد حرکت دهید. 3. تمرینات زبان. بخش مضحک تمرین. تمرین اول، حرکت زبان به بیرون. زبان را تا حد ممکن بیرون بکشید و به سمت بینی، چانه و گوشها حرکت دهید. هر جهت را 5 ثانیه نگه دارید. هدف بهبود انعطاف پذیری زبان برای تلفظ بهتر کلمات. تمرین آخر، چرخش زبان.
زبان را داخل دهان به صورت دایره‌ای بچرخانید. 10 بار ساعتگرد و 10 بار معکوس ساعتگرد یا پاد ساعتگرد. هدف: تقویت عضلات زبان. با تشکر، فرهاد وطندوس، مربی آواز.